صبح امروز در طلوع مجلسی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت اوید به نتیجه‌های جنبسته فعالیت اقتصادی اجتماعی ولایت در نیم سالی یکم سال 2023 نشست مطبوعاتی رئیس ولایت رجب احمدزاده برگزار گردید. در نشست مطبوعاتی معاونان رئیس ولایت، نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر و نواحی، راهبران تشکیلات و مؤسسه‌ها و نمایندگان وسایط اخبار عامه شرکت ورزیدند. در آغاز نشست مطبوعاتی رئیس ولایت سوخت از جنبسته فعالیت اقتصادی اجتماعی ولایت در نیم سالی یکم سال جاری نتیجه گیری کرد. قید گردید که در ماه‌های ینور ایون سال 2023 کارخانه‌های صنعتی یکجایی با صاحبکاران انفرادی به مبلغ 12 میلیارد و 106 میلیون و 168.6 هزار سامانه محصولات استحصال کردند. حجم استحصال محصولات صنعتی نسبت به همین دوره سال 2022 با نظرداشت ایندکس نرخ‌های استحصال کنندگان محصولات صنعتی 111.1% را تشکیل کرد. دوام 6 ماه سال جاری حجم استحصال محصولات صنعتی در ولایت به 12 میلیارد و 106.2 میلیون سامانی رسانده شد که نسبت به همین دوره سال گذشته سرعت افزایش با نظرداشت ایندکس نرخ‌ها 111.1% تامین گردید و حصه صنعت ولایت در جمهوری 56% را تشکیل نمود. در این دوره سرعت افزایش استحصال محصولات اساسی تامین گردیده به مقدار 150.4 هزار تن آرد، 2395.8 تن روغن رستنی، 16382.8 تن نان و محصولات نانی، 672,000 قوطی شرطی کنسروهای گوناگون، 6454.3 هزار دکلیتر نوشاکی‌های بسپیر استحصال کرده شده است که نسبت به همین دوره سال قبلی سرعت افزایش بسیار تامین گردید. رئیس ولایت ضمن برآمدش همچنین ذکر داشت که حجم محصولات عمومی کشاورزی در ماه‌های ینور ایون سال 2023 در همه بخش‌های خواجگی 4 میلیارد 201 میلیون و 313.8 هزار سامانه را تشکیل داده نسبت به همین دوره سال گذشته 15%. از آن جمله در ساحه رستنی پروری 2 میلیارد و 340 میلیون و 804.1 هزار سامانه یا 33.5% زیاد و چاره‌داری 1 میلیارد و 860 میلیون و 509.7 هزار سامانه یا 2.1% کم شده است. تاکید گردید که در دایره فعالیت اقتصادی خارجی طبق معلومات رسمی خدمات گمرکی ولایت سوخت در ماه‌های ینور ایون سال 2023 گردش سودای خارجی ولایت سوخت 1 میلیارد و 350.8 میلیون دلار را تشکیل داده است. ولایت سوخت با 57 ممالک از آن جمله با 10 کشور اتحاد دولت‌های مستقل و با 47 مملکت‌های خارجی دور مناسبت‌های سودای خارجی دارد. با استقبال جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در سال 2023 با استفاده دادن 150 کارخانه و کارگاه نوی صنعتی پیشبینی گردیده. در نتیجه تدبیرهای اندیشیده شده دوام 6 ماه سال 2023 در مقیاس ولایت 162 کارخانه و کارگاه های نو با 1146 جای نوی کاری به فعالیت شروع نمود. در جریان نشست مطبوعاتی روزنامه‌نگاران اوید به فعالیت کارخانه‌های صنعتی، سبب‌های از فعالیت بازماندن و تأسیس کارخانه‌های نو، استحصال محصولات کشاورزی و تأمینات با آب پالیزی، صادرات محصولات و مسائل وابسته به مرز، جریان کارهای آبادانی و سازندگی و دیگر مسائل‌ها سوال‌ها داده پاسخ‌های مشخص گرفتند.